درود عزیزان، شام زیبایتان بخیر باشد. با امید آنه که برکت نور در خاندانتان فراوان باشد، برنامه این شام خاطره ها را شروع میکنیم. در این برنامه یک چند آهنگ های کلاسیکی و خلقی داریم که قرار است از جانب هنرمند شایسته کشور سیراج‌الدین جورایف، راهبر موسیقی انسمبل شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوف همراه شاگرد خود اجرا میکنند. آهنگ ها را برایمان سلام خوش آمدید. سلامت باشید. در آغاز یک آهنگ بسیار هم دلنواز داشتیم که نامش دلناز بود. سلامت باشید. و این آهنگ با سازی دوتاری پرده اجرا کردید. این آهنگ مالی استادان کسبی است که بارها اجرا کردن، نفران کسبی، مثلا اجرا کننده همین اسباب. بله، این آهنگ البته از جانب استادانم بسیار اجرا شده است، خصوصا در دوتار و این خیلی معمول می باشد. چندین استادان اینو تکمیل دادن و اجرا کردن. ما با همراهی فرزندم روشنبک این آهنگ را انتخاب نمودیم تا اینکه این البته با سه ضرب دوتار، یعنی اگر اهمیت داده باشه تا 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 این سه ضربه دوتار است در قالب این سه ضربه در این آهنگ خوب صدا می‌دهد. قبل از شروع برنامه گفتید که به نزدیکی سفر هنری داشتید با اجرای همین آهنگ‌ها بیرون از کشور همراه فرزند و شاگردتان. بله، ماه سپتامبر از 11 سپتامبر تا 21 سپتامبر در دولت استریا در شهر وینا قرار داشتیم، چون با دعوت سفارت تاجیکستان یک برنامه آماده کردیم، هم برای اشتراک و بخشیده به جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان که در اونجا نه تنها تاجیکستان بود، در اونجا کشور ایران هم بود و هنرمندان بودن، هنرنمایی کردن و با هم ما هنرنمایی کردیم و بغیر از این با یک برنامه دیگر آماده ساختیم با جمعیت تاجیکان همون کشور، همون شهر. یک برنامه آماده ساختیم که در برنامه سبک اسلوبی استادان دوتارنواز و مکتب استاد و شاگرد همینجا موضوع اساسی بود. ما با این موضوع تکیه کرده یک برنامه آماده کردیم و امروز میخواهیم از همین برنامه ها پارچه ها برای بینندگان نواخته باشیم و همچون یک خاطره ثبت شود از همون برنامه سفر هنری داشته‌تون. سلامت باشید. و گفتیم که درس مثلا رویه استاد و شاگرد، انتخاب آهنگ ها، کار کردن همراه فرزندتون و آموزش همین اصول برایمون بگویید یکم. البته این عنعنه استاد و شاگرد از قرن‌های زیاد در بین مردمان آسیای مرکزی خصوصا در تاجیکستان این خیلی معمول بود و در همه ساحه ها، هم اجرا کنندگی هم سرایندگی، این چیز رو امروز دیده می شود. در زمان امروز هم این چیز عمل می کند. مهمیت این عنعنه البته همون شاگرد همون سبک اجرایشی استاد رو باید آموزد و در برابر این آهنگ ها آموزد، خصوصا در دوتار مثلا انگشت ضربان، ناله ها، هر یک استاد به طرز خودشان اجرا میکنن. این نازکی های باید شاگرد سبک اجرایش چگونه است این باید درک کند. البته این مرحله اول آموزشی دوتار، آموزشی هر یک ساز مرحلهش دیگر است. برای آموختن فقط اجرا هست در اونجا و حالت های دست ها، دست راست، دست چپ، این گونه نازکی ها دارد. بعدا مرحله دیگر بعد آموزشی موسیقی گوناگون خلقی، بعد آهسته کلاسیکی شروع می شود. تشکر زیاد به شما، چون شما نفری کسبی همین ساعت هستید، واقعا برامون خیلی خوب میفهمونید و حالا فرصت داریم یک آهنگ دیگر بشنویم و بعدا درباره‌اش باز با جزئیات های کامل از شما معلومات میخوایم.
تشکر زیاد. بعضی از آهنگ ها همین گونه هستند که وقتی که میشنویم به اختیار بعضی از صحنه ها در ذهنمون تصویر می‌یابند. مثلا از آغاز همین آهنگ بعضی از صحنه ها از کوهستان در پیش نظرمون اومد و واقعا اسم این آهنگ نیست، مشکلات کوهستان است. مشکلات کوهستان. یک کمی در مورد این آهنگ برایمون میگوید؟ مشکلات کوهستان این البته از طرف استاد محمد جان مومینوف اجرا شده است. خیلی که در قالبی که استاد چگونه اجرا کردن ما همین گونه نواختیم و فقط با برای دو ساز دوتار با پرتی ها جدا کردیم. یعنی اگر اهمیت داده باشد بعضی جاشو من کمتر تکمیل دادم. آهنگ یک خیلی نمی نوازیم یا من پرتی دیگر می نوازم. این که پرتی اساسی. خاراکتر این آهنگ خودی کوهستان وقتی که گوش میکنید به یاد میزند. البته این گونه آهنگ ها خیلی زیاد نواختن استاد. مشکلات کوهستان گفته نام گذاشتن. من فکر میکنم استاد محمد جان مومینوف از همون آهنگ کوهستان الهام گرفته ایجاد کردن. این آهنگ را برای نامگذاریش مشکلات این در قسمت سازی ژانر شش مقام هم نامش مشکلات است. شاید این باشد، شاید مشکلات کوهستان یا دیگر مشکلات باشد، نمیدونم. من فکر کردم که استاد به همین گونه باید نام گذاشتن به این چیز. بعضا میگویم که آهنگ ها، ترانه ها متنشون برایمان تاثیر میکنند، ولی به متن نیز بعضی از آهنگ ها بازگوی بسیار از حالت ها هستند که برایمان واقعا تاثیر رسانند. و اینجا در مورد دوتار پرده حرف زدیم، در مورد استادانی که این نمودی اسباب را اجرا میکردن. باز کیها بودن که مثلا نفران کسبی همین ساحه، همین اسباب؟ اون استادانی که در خصوصا در سال دوتار هنرنمایی کردن، ایجاد کردن، استادان عصر 20 بودن. محمد جان مومینوف، میرزا قربان سالیف بودن. دیگر استادا هستند. البته این بسیار استادان همچون آموزگار مثلا فعالیت میکردن، شاگردو تیار میکردن. ناگفته نماند در عصر گذشته سالهای 30-40 همین تبادلات درباره همین سازهای ما وجود آمد. یعنی در دوره شوروی هر یک سازی ما رو گرفته برای ارکسترهای خلقی یعنی ریکنستروکسیون کردن، دیگرگون کردن. یعنی همین سازی که شما میبینید دوتاری عنعنوی همین است. بعدا در دوره شوروی با دوتاری زمانوی شد. یعنی دوتاری زمانوی و جورش از این دیده خیلی بلندتر است، کمتر کوتاه‌تر است، صدایش هم کمتر باریک است نسبت به این و دوتار پریم ساختن. البته همه این استادان این گونه سازهای ما یعنی دوتارها فعالیت میکردن، لیکن در ساز دوتار عنعنوی خصوصا استاد من میرزا قربان سالیف سرچشمه گرفته. عابدخان علی‌اکبرов در آموزشگاه موسیقی درس دادن، سلطان علی خدای بیردیف در دانشگاه درس دادن، اشرف سلطانوف در مکتب موسیقی. من لیکن همه گونه دوتار رو نواختم. یعنی دوتار پریم هم نواختم، دوتار آلت هم نواختم، این دوتار عنعنوی هم نواختم. آخران البته این ساز در موسیقی شش مقام هم خیلی یکی از سازی اساسی به حساب می رود. باز استادان میرزا قربان سالیف، محمد جان مومینوف، اون استادانی که من نامبر کردم، حاتم پولاتوف، قربانی قربانیان و دیگر این گونه استادان خیلی زیاد هستند. تنها در ساز عنعنوی، ساز دوتار عنعنوی، محمد جان مومینوف، میرزا قربان سالیف اینا خدمت‌های شایان کردند. یعنی چند آهنگ‌های خلقی را در ساز این دوتار اجرا کردن و خودشان هم ایجاد کردن. ناگفته نماند همین استاد محمد جان مومینوف طاهر جان دولتزاده هم بودن. این کس البته در تاجیکستان هم فعالیت کردن، در بخارا اینجا فعالیت میکردن، در دربار فعالیت میکردن. استاد طاهر جان دولتزاده حاجی خان دوتاری در خود امیر بخارا و امیر بخارا دوتار درس میگذاشت.
дар ҳамон давра яке аз созҳои асосии мо қадимӣ аст мебошад. агар шаҷарае бинем аз хоҷихони дуторӣ таълим гирифтан Тоҳирҷон Давлатзода, баъд аз Тоҳирҷон Давлатзода Муҳаммадҷон Мӯъминов таълим гирифтан. мо имрӯз аз ҳамон сабқҳои Муҳаммадҷон Мӯъминов мо истифода мебарем. яке аз шогирдони Муҳаммадҷон Мӯъминов гӯем хато намекунем. чиқадар аҷиб аст, чиқадар хуб аст вақте ки дар ин морид маълумот пайдо мекунӣ ва агар аҳамият бидиҳӣ, масалан аз устод ба шогирд, аз устод ба шогирд ҳамин гуна омада ва устоду шогирд боз дар назди мо дар ин барнома ҳузур дорад. Саломат бошед. боз фурсат дорем ки як оҳанги дигар бишнавем. бояд оҳангро мешунавем ва баъдан боз суҳбатро идома медиҳем. оҳангҳо таъсир мекунанд дар зеҳнамон саҳнаҳои зеборо ва ин оҳанг низ як каме аз муҳаббат, як каме аз зебогиҳои табиат дар зеҳнамон пайдо сохт. Тасвирҳои хеле зебо ва ин оҳанг ки эҷоз ном дошт, эҷоди худи шумо буд. бале бале. чӣ гуна эҷод гардид эҷоз? албатта ҳамчун имрӯз оҳангсоз аъзои иттифоқи оҳангсозон ҳастам. парсол зиёд аз 10 оҳанги мана ба нота гирифтем ва як китобам
با نام دردانه چوبم کردیم. این آهنگ البته برای انسامبل، برای کوارتت، برای 4 نفر، کوینتت برای 5 نفر با مطربان انسامبل دولت ششمقام آماده ساخته بودیم و با همراهی ناگفته نماند شوکت جان عاقلov ما هم‌صنف هم هستیم و تا همین روز با هم هستیم. در مکتب موسیقی با هم خوندیم. با همراهی شوکت جان ما 6 تا این ایجاد کرده بودم. بار اول ثبت کردیم، یعنی هم دوتار نواختم در اونجا، هم ستا نواختم و ناگفته نماند با همراهی دفت دایره هم بود. غنی جان فاضلوف همراهی میکردن. 3 نفر ما ثبت کرده بودیم. این اسباب موسیقی یک اسباب موسیقی خیلی قدیم است. با اجرا کردن، با استفاده کردن از این اسباب شما یک آهنگ زمانوی ساختید. بله بله. اگر در اینجا اهمیت داده باشید، ما کمتر عنعنوی هم هست پردای ما. امروزه تاثیر موسیقی محیط ما در کنار نمیگذارد. ما گوش میکنیم همین با تاثیر همین موسیقی زمانه با طلبات زمانه کوشش کردیم که یک چیزی زمانوی آماده کرده باشیم. میخوایم در مورد آهنگ اوفر قلبندی برایمان بگویید. اوفر قلبندی 2 نوع ما داریم. همچون سرودم در بین خلق خیلی معمول است، لیکن سالهای 60 70 از طرف دوتار نوازان تاجیکستان این اوفر قلبندی اجرا شده است. در شبکه فیسبوک دیده بودم و این آهنگ رو میدونستم و همینا خواستم با ازنا برقرار کنیم و در شکلی که امروز شما میشنوید این شکل برای رقص ما با نظر داشت رقص کمتر تکمیل دادیم اولی آهنگ رو و آهنگ همون خودش هست با هم اجرا کردیم. آهنگ خلقی است؟ آهنگ خلقی است، بله. و در آخر یک کمی میخواستیم در مورد اونی که همراه شما فرزندتون هست و همکاری میکنید، یک جای اجرا میکنید، اون نیز رو شما رو ادامه میده، چگونه است؟ روشنبک البته این فرزند دومی ما است. کلانشون هم دوتار میناخت. غیاس‌الدین به ساحه دیگر داخل شد. امروز روشنبک در مکتب موسیقی با صنف رباب اشتراک میکند. در خانه دوتار این چیزی میراثی است. بابای ما هم دوتار نواز گذاشته بودن. به خاطر همین من گفتم فرزندای ما این چیزو آموختم ولیتون برای آینده خودشان. اگر در آینده شوق و ذوقی به نهایت زیاد اگر پیدا کند، من فکر میکنم دوام دهنده همین کسب ما میشود. البته امروز آموخته ایستاده است. چند آهنگ رو با هم برای همین برنامه ما آماده کردیم. آن زحمتایی که آن طلباتایی که من در پیشش گذاشته بودم اجرا کرد. واقعا چیزی که از پدر میآموزی استادت پدرت باشد، یعنی ثمره‌اش دیگرگونه است و خوب هم صدا میدهد، خوب هم قبول میگردد، چون که با احساس، با صمیمیت آموزانده میشد. و بیاید آهنگ نوبتی رو برای ما پیشنهاد کنید که آهنگ آخران است.
تشکر زیاد، بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشید. دوستان عزیز، با فرجام برنامه امروزه خاطره ها رسیدیم. یک چند آهنگ های رو براتون پیشنهاد کردیم که با دوتاری پرده اجرا گردیدن، آهنگ های خلقی و کلاسیکی، و مهمان نوبتی برنامه خاطره ها بودند سیراج‌الدین جورایف، هنرپیشه شایسته تاجیکستان و همزمان راهبر موسیقی انسمبل شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوف، همراه فرزند خود و یا اینکه بگویم شاگرد خود در برنامه‌مون حضور داشتند و ما به فرجام برنامه رسیدیم. باز هم برایتان خوشی های زیاد میخواهیم. باشد که این شام و کل زندگیتان پر از زیبایی ها باشد و تا نوبت دیدار خیر.